حضرت رضا سلام الله علیه یادت از مریضی کرد. دور مریض دیگه محتضر بوده، دور مریض جمعیتی بودن گریه میکردن، گریه میکردن که این مثلا دوست ما فلان مؤمن چی در وفات بود. حضرت لبخندی میکرد. آمدن بیرون عرض کردن آخر چه مناسبتی داشت، دوستانش همه گریه میکنن شما لبخند میکنی؟ اونم مؤمن صالح فلان. فرمود لبخندم برای این بود که همه این کسانی که دورش نشستن همه اینا زودتر از او وفات میکنن. اینا زودتر از او وفات میکنن. اون نجات می‌یابد از این